درود خدمت همه شما دوستان عزیز، خوش اومدین به ویدیوی جدید از ورزشی متفاوت در کانال یوتیوب نستور روسی. همونطور که احتمالاً میدونید جام جهانی فوتسال 2024 از فردا یعنی شنبه 24 شهریور به میزبانی کشور ازبکستان آغاز میشه. به همین مناسبت تصمیم گرفتیم تا اولین ویدیوی غیر فوتبالی خودمون رو به ورزش فوتسال اختصاص بدیم و به معرفی تاریخچه این تورنمنت و بررسی جام پیش رو بپردازیم. از شما دعوت میکنیم که تا پایان این ویدیو ما رو همراهی بکنید. ورزش فوتسال برای نخستین بار در سال 1930 و در شهر مونته‌ویدئو کشور اوروگوئه توسط خوان کارلوس سریانی شکل گرفته. این فوتبال 5 نفره که در ابتدا تنها در رده سنی جوانان انجام میشد، به سرعت در آمریکای جنوبی گسترش یافت و طرفداری خودش رو پیدا کرد. در سال 1971 نخستین ارگان رسمی جهانی این ورزش در ریو دو ژانیرو تأسیس شد. فدراسیون بین المللی فوتسال. این نهاد ورزشی در سال 2002 دچار تغییرات اساسی شد، از جمله تغییر نامش به انجمن جهانی فوتسال یا به اختصار AMF. این فدراسیون اولین جام جهانی فوتسال رو در سال 1982 در کشور برزیل ابداع و برگزار کرد که با قهرمانی میزبان به پایان رسید. با وجود اینکه این رقابت‌ها در رده مردان و بانوان تا الان به قوت خودش باقی مونده و هر 4 سال یک بار از جمله آخرین بار در سال 2023 هم برگزار شده، اما امروز کمتر کسی با اون آشنایی داشته و حتی به صورت رسمی هم شناخته نمیشن. جام جهانی که ما امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم با نام جام جهانی فوتسال فیفا شناخته میشه و اکثر مردم دنیا اونو به عنوان تورنمنت رسمی این ورزش قبول دارن. نخستین دوره این رقابت‌ها در سال 1989 و به میزبانی کشور هلند برگزار شد، جایی که 16 تیم از 6 قاره حضور پیدا کردن و در ابتدای امر در 4 گروه 4 تیمی قرار گرفتند. این رقابت‌ها 3 مرحله داشتند. در گام نخست 2 تیم برتر هر گروه راهی دور بعد می شدن. اونجا دوباره 2 گروه 4 تیمی شکل می گرفت که باز هم 2 تیم بالای جدول صعود می کردن و به مرحله سوم می رسیدن. در این بخش آخر هم نیمه نهایی و فینال برگزار می شد که در اونجا برزیل تونست هلند میزبان رو شکست بده و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی فوتسال لقب بگیره. جام جهانی فوتسال تا الان 9 بار و به فاصله 4 سال یک بار بجز 2 استثناء برگزار شده، اما تاریخ افتخارات این جام برعکس رشته فوتبال تنوع کمتری داره. فقط 4 تا کشور تونستن به قهرمانی فوتسال جهان برسن. برزیل 5 بار، اسپانیا 3 بار و آرژانتین و پرتغال هم که اخیراً به این لیست کوتاه اضافه شدن هر کدوم 1 بار. باید دید در 10مین دوره این جام چه اتفاقاتی انتظار ما رو میکشن و آیا شاهد تنوع در رده‌بندی و قهرمان این تورنمنت ها خواهیم بود یا نه. سهمیه آسیا در این جام 4 تیم به علاوه ازبکستان به عنوان میزبان، آفریقا 3 تیم، آمریکای شمالی مرکزی و حوزه دریای کارائیب 4 تیم، آمریکای جنوبی 4 تیم، اقیانوسیه 1 تیم و در آخر اروپا 7 تیم بوده. در جام جهانی 2024 ازبکستان 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی به رقابت می‌پردازند. فرمتی که از سال 2012 ایجاد شده. پیش از اون 20 تیم در جام حاضر بودند، اما فیفا 4 سهمیه دیگر رو هم به جام جهانی فوتسال اضافه کرد. در دور گروهی جام جهانی 2 تیم نخست و 4 تیم برتر سوم به مرحله حذفی صعود می‌کنند تا 16 تیم حاضر در مرحله 1/8 نهایی رو تشکیل بدن. در گروه اول ازبکستان، هلند، پاراگوئه و کاستاریکا حضور دارند. در گروه دوم برزیل، کوبا، کرواسی و تایلند رقابت می‌کنند. گروه سوم شامل آرژانتین با 1 قهرمانی، آنگولا، اوکراین و افغانستان هست. در گروه چهارم تیم‌های اسپانیا، لیبی، قزاقستان و نیوزلند حضور دارند. در گروه پنجم تاجیکستان، مراکش، پرتغال و پاناما رقابت می‌کنند و سرانجام در گروه ششم ایران، گواتمالا، فرانسه و ونزوئلا حضور دارند. پرتغال مدافع عنوان قهرمانی که پس از شکست دادن دراماتیک آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی سال 2016 در فینال جام جهانی 2021 در لیتوانی اولین قهرمانی جهانش رو کسب کرد. پرتغال 1 عنوان 4می و 3می جهان رو هم پیش از این در کارنامه داشت. این تیم
با هدایت جورج براز یکی از 4 تیمی هست که جام جهانی فوتسال رو برده و همچنین یکی از 4 تیمی هست که قهرمان اروپا و برنده اولین دوره فینالیسیمای فوتسال شده. رقابتی که بین قهرمان یورو و کوپا آمریکا برگزار میشه و سلساهای اروپا اون رو بالای سر برده. برخلاف فوتبال، در فوتسال این رقابت 4 جانبه بود و بین پرتغال، اسپانیا، آرژانتین و پاراگوئه برگزار شد و پرتغال در فینال اسپانیا رو شکست داد. پرتغال با بازیکنانی مثل ادو سوسا، آندره کویلو، ژائو ماتوس، زیکی و تاژینیو میخواد به 3مین تیم تاریخ جام جهانی تبدیل بشه که از عنوان قهرمانیش دفاع میکنه. برزیل رکورددار قهرمانی در رقابت‌ها با 5 عنوان با هدایت مارکینیوش ژاویر و بازیکنان مثل گیتا درون دروازه، مارلون، لوکاس گومز، آرتور، فراو، پیتو و رافا سانتوش میتونه بخت اول کسب جام جهانی 2024 باشه و رقیبش در آمریکای جنوبی یعنی آرژانتین نایب قهرمان دوره گذشته با حفظ ماتیاس راول روی نیمکت و تغییر نسل در بعضی پست‌ها آماده تکرار کلمبیا 2016 هست. نیکو سارمینتو، آگوستین پلازا، تابوردا، کیکی واپوراکی، آلان براندی و کریستیان باروتو از جمله بازیکنان مهم لیست سرمربی 38 ساله آلبیسلست است. اسپانیا دیگر تیمی هست که میتونه مدعی کسب عنوان قهرمانی جهان باشه. تیم فده ویدال که 2 قهرمانی پیاپی جام جهانی رو در سالهای 2000 و 2004 در کارنامه داره، اسطوره سرخی لوزانو پس از ماها مصدومیت رو هم به لیست خودش اضافه کرده. چمی، آنتونیو پرز، فرانسیسکو کورتز، سزار ولاسکو، راول کامپوس و گومز دیگر نفراتی هستند که لاروخا رو در ازبکستان همراهی میکنن. حالا نوبت به بررسی جزئی تر تیم‌هایی که ما در این جام ازشون حمایت خواهیم کرد، یعنی آرژانتین و ایران. همونطور که پیشتر اشاره شد، آلبیسلسته تا حالا 1 قهرمانی، 1 نایب قهرمانی و 1 عنوان 4می رو در جام جهانی کسب کرده. همچنین پسران سرزمین نقره 3 مدال طلا، 7 نایب قهرمانی از جمله امسال و 3 برنز رو در رقابت‌های کوپا آمریکای فوتسال به دست آوردن. شاگردان ماتیاس راول تیم 5م رنکینگ فیفا هستن و اخیراً در دیدارهای تدارکاتیشون 3-2 برابر شیلی پیروز شدن و با همین نتیجه هم مغلوب قزاقستان شدن. حالا سالونی بازهای آرژانتین در 10مین دوره متوالی حضورشون در این رقابت‌ها انگیزه بسیار بالایی برای کسب 3مین مدال پیاپی خودشون در جام جهانی دارن و به امید خوشرنگ‌ترینش هستن. برای اونا آرزوی موفقیت می‌کنیم. تیم ملی ایران که تا حالا بجز دوره نخست جام جهانی در 9 تورنمنت بعدیش به طور متوالی حاضر بوده، 1 مدال برنز در سال 2016 و 1 رتبه 4می در اولین دوره حضورش در 1992 کسب کرده. همچنین یوزها با 13 قهرمانی، 2 مدال نقره و 2 برنز پر افتخارترین تیم قاره آسیا هستند. شاگردان وحید شمسایی به عنوان قهرمان کنونی قاره در رده 4م رنکینگ فیفا قرار دارند. با وجود شکست 4-1 برابر ازبکستان و تساوی 1-1 مقابل قزاقستان در بازی‌های دوستانه، امیدهای بسیاری برای درخشش ایران در این جام وجود داره و ما هم آرزوی موفقیت و خوشرنگ‌ترین مدال رو برای تیم کشورمون خواهیم داشت. به خاطر همراهی ارزشمندتون تا پایان این ویدیو سپاسگزاریم. میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو زیر همین پست کامنت کنید و در صورت تمایل ویدیو رو با بقیه به اشتراک بذارید. راستی پیش بینیتون از تیم قهرمان رو هم برامون بنویسین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.